ایمان کامل و ایمان نورانی از آن کسی هست که با زن نکاحی خود معامله خوب دارد. کسی با زن معامله خوب داشته است، پیامبر جهت ایمانداریش تعریف کرد، گفتی آدم ایمانداره که با زنش معامله خوب میکنه. برادرها باور که همین مردکایی که با زن رفتار زشت میکنن، ای به که مسلمان بگویی که با زنت معامله خوب، ای به این چیزا شکلی که هم مسلمان میگوی نمازات بخوان، حالا که وظیفه جانی شد. اما را پیامبر نازنین ما با زنها چه معامله داشت؟ تو کی؟ نخواه زن تحقیر کردن، زن زدن، زن طلاق کردن همین نشانه جوانمردی باشد. اگر این نشانه جوانمردی میشید، ولی این اصحاب پیغمبر و این صاحبای مذهب همش همین کار را چنگ میزدن. لایکی Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 لايكي محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار لايكي